آقا این برادر عزیز من کشتیگیر قهرمان 3 دوره تاجیکستان، رفیق حسن آقا یزدانی، کشتیگیر آزادکار، میگه همیشه که می اومدم ایران مهمون حسن آقا بودم با حاجی. این آقا حامدم بچه تاجیکستان. حاجی من فکر میکردم یه آدم بچه سال 200 تن دستش حاجی کشتیگیر، بچه با غیرت، یه آدم برای ما کادو آورده از تاجیکستان، کلاه و از بدخشانی تاجیکستان، از منطقه‌های تاجیکستان. از باز من این گوشی در اینجا دارم، میخوام من با تو حال کردم، میخوام اینا رو بگم. آقا این تاجیک، این رسم اینو دیگه باید بپوشم حاجی. وایسا عجب چیزی آوردی برادر من. وایسا این به تو آخر بگیره. آقا دست درد نکنه، دست درد ما رو من باید بذارم. آه مای گاد، از بدخشان، از ختم این باید بغل باشه، این بغل باشه. بذار خودت بذار فشار بده، مونه بیخیال شما. از ختم تاجیکستان، از بدخشان. یه چیزی هم به تاجیکی به بچه محلات بگو، به کشوری ها بیا این بار بغل من، چون تو بیا این بار من چون صورتم از این بار کجه، فهمیدی؟ یه چیزی داداش به تاجیکی هم به برادرای ما بگو. میخواستم که برادرای تاجیک و ایرانی ما نزدیکتر شویم، دوستتر شویم. ما همه یک ملت هستیم، فارس زبان هستیم. میخوام دوستی بین تاجیکا ایرانیا همه نزدیکتر و خوبتر و بیشتر باشد. رحمت کلام آقای احسان دا که ما را قدردانی کرد، قبول ایرانیا همه نزدیکتر و خوبتر و بیشتر باشد. رحمت کلام آقای احسان دا که ما را قدردانی کرد، قبول کرد. رحمت آقا خیلی آقای خدا وکیلی، همون آقا حامد، همین برادر ما کشتیگیر صورت رو داشت، صورت کشتیگیر، مرام کشتیگیری. 5 روز اینجا اصلا باورت نمیشه، یک عشق و محبتی به من داره میده که بهش گفتم باید بیای 3-4 روز خونه من باشی، من و تو بریم تمرین. این آقا رو دیگه شما تو استوریای من میبینید، اصلا یک بچه عجیب غریب انسان. دمت گرم. خیلی آقایی عجب چیزی آوردی حاجی. ما شما رو در تاجیکستان انتظاریم. ما میخوام در آینده شما من میام تاجیکستان 100% نوکر شما هستم. این لباس هم میپوشم همش که شما ببینید. این لباس مقدسه برای من، یادت نره داشت. دست حاجی این چه آقایی خدایی. گل باش دیگه رفیق شدم. میگه همه تاجیکستان هایستان عاشق تو هم. میگه گفتم میشناسم منو، میگه همه جوانا همه کردم گایساکوی ما کامنتاری دا گپ خبرش کنه گوشش بجنبه. آقای اینجا برای من کلی وسیله و پرچم و لباس و آره دم بچه های تاجیکستان گرم. این کادو از طرف همه شماست، از طرف یک کشتیگیر هم هست که میدونی که ورزش اول من کشتیه. تمام شده رفت. ما میخوایم شما رو در تاجیکستان ببینیم. ما شما رو تاجیکستان دعوت میکنیم. من به تاجیکستان بیام، ایران ما رو کار نداره، از اون بر نبرم ما رو نبرن سر شام ما رو بگایدن نگی. آقا دمت گرم.